عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان همیشگی خوبمون در قسمت دیگه ای از پادکست پیمان کوروش همراه هم خواهیم بود. مثل همیشه من با برادر عزیزم کارمل به همراه یک مهمون عزیز و گرانقدر داریم که حتما شما با چهره و فعالیت هاشون توی توییتر، توی دنیای واقعی، توی اکتیویست خیلی معروف و سیاستمدار و ارزم به حضور شما انسان خوشچهره و خوشنامیه. همه شما میشناسید دیگه. بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم، میریم کارمل و ایشون رو داشته باشیم خوش آمدگویی و ادامه میدیم پادکستمون رو. کارمل جان، گلدی جان، خوش آمدید. سپاسگزار از دعوتتون. مرسی برای اون اینتروداکشن خیلی اه، خیلی قشنگتون. من کمی شرمنده کردی، من کمی خجالتی هم مخصوصا به زبون فارسی، ولی خب حالا سعی میکنم که به زبون فارسی صحبت بکنم. خیلی ممنون که از من دعوت کردین که در کنار شما و کارمل عزیز باشم و یه صحبتی بکنیم. درود امیر جان، درود گودی جان. خوشحالم با هم دیگه یه صحبتهایی داریم در مورد هم میهنانمون در ایران و سر تا سر جهان. امیدوارم که شروع کنیم با یه صحبتی که نزدیکتر شیم با اون کسانی که دوستان ما هستن، دوستان میهنمون هستن، میخوان با ما همکاری کنن واسه آزادی ایران. بله بله قطعا همینطور هست. بریم سراغ به قول معروف برنامه، اصل برنامه، بدنه برنامه. گلدی جان، یه سوال ازت دارم. یه سفر داشتی به اسرائیل، میخوام از تجربه اون سفرت به اسرائیل بگی، برخورد مردم با تو، تجربه شخصی که اونجا داشتی. یه خورده برای ما از حال و هوای اسرائیل بگو و از تجربه تو اون سفر بگو. سپاسگزار. بله خب سفر خیلی سفر عالی بود، خیلی به من خوش گذشت. اولین بارم بود که داشتم میرفتم اسرائیل. اتفاقا دولت اسرائیل منو دعوت کرد که برم و با یه گروه ایرانی که تو اون گروه آقای حامد فرد هم بودند دیگه رفتیم و تقریبا خود برنامه اصلی 5 روز بود، ولی خب چون که من دوست و آشنا تو اسرائیل زیاد دارم دیگه خودم سفرم رو طولانی تر کردم. 2 هفته اسرائیل بودم. خیلی خوش گذشت. مردم اسرائیل خیلی دلگرم بودند، خیلی مهمون نواز بودند و وقتی که بهشون میگفتم ایرانی هستم چقدر خوشحال میشدن. میگفتن واو، ما چقدر ایرانی ها رو دوست داریم و همشون میگفتن که ما فقط آرزومون اینه که ایران و مردم ایران خودشون از این رژیم اهریمنی آزاد بکنند و همون جوری که قبل از شورش 57 مردم اسرائیل و مردم ایران با هم دوست بودن، به همون دوستی دوباره به عنوان رسمیت برگردیم. ولی سفرش خیلی خوب بود و اصلا وقتی که رفتم تلاویو انگار یه جورایی مثلا رفته بودم تهران، ولی خب یه تهرانی که مثلا تمیزتر باشه و آزادتر باشه. ولی از نظر مثلا جاده ها و خیابونه ها و درخت های نخل و حتی مثلا بازاراش که میرفتم خیلی یاد ایران میافتادم. بسیار عالی. اون سوال بعدی رو جواب داد دیگه. چی بگه آدم؟ یعنی میخواستم بگم برخورد مردم، دید مردم اسرائیل نسبت به ایران و آینده روابط چطوری بود که خلاصه اشاره کردی. بله خیلی خوب بود، خیلی خوب. بعد اتفاقا همه اسرائیلیا مثلا تا متوجه می شدن که ایرانی هستن میگفتن او ما مثلا یه آشنا ایرانی داریم، یا مثلا یه نفر مثلا یادم میاد که یه پلیس بود، یه پلیس داشت به ما مثلا یه جا ما رو برده بود، داشت به اون یه توضیحاتی میداد. بعد آخر برنامه که تموم شد بهمون گفت اتفاقا من خانومم ایرانیه و من عاشق قرمه سبزی ها تعدیگ هستم. یعنی اصلا یه حس خیلی خوبی بود. انگار همه ایرانی رو میشناختن. دقیقا. کی عاشق قرمه سبزی نیست؟ یا اصلا یه غذاییه که دومی نداره با اون تعدیق. یه من که هرچی دوست دارم میگه تعدیق رو شما چجوری درست میکنید؟ ما مرده تعدیقیم. گودی جان، چند تا پستات دیدم پارسال که رفته بودی اسرائیل، گفته بودی که ملاقات کرده بودی با اسرائیل زندگی میکنن. برخوردت با اون اساسی دارن
و ایران این خارج از که رفت و آمدی صحبت‌های گفتم شاید بتونیم واسه ما منم یک کم بگین موضوع در چه قرار بود. من اصلا ببخشید سوالو آره کارمل جان، یه خورده اینترنتت مثل این که قطع و وصل شد، چون منم صدای شما رو قطع و وصل شنیدم. اگه ایرادی نشه بشه دوباره تکرار کنی، یه خورده صدا اوکی. قطع و وصل شد. آره خواستم بدونم که چه رابطه‌هایی داشتن، چه برخوردهایی داشتن با ایرانیانی که در اسرائیل زندگی میکنن. چند تا از پست‌ها رو دیدم که جلسه‌ای داشتی، برخوردی داشتی با اسرائیلیای ایرانی. بله خب اسرائیل ایرانی که خیلی مهمون نواز بودن و اتفاقا یه شب برای شبات رفتم خونه خانواده اسرائیلی ایرانی. منو دعوت کرده بودن، واقعا دستشون درد نکنه و انگار مثلا منو مثل یعنی من با خانوادهشون مثلا هیچ فرق ارتباطی نبود، یعنی اصلا انگار من از خانوادهشون بودم، منو دعوت کرده بودن. و یه چیزی که من متوجه شدم اینه که چقدر اسرائیلی‌های ایرانی از پادشاه حمایت میکنند. نه تنها همون خونه که رفته بودم برای شبات عکس پادشاه رو داشتن، هم شاهنشاه آریامهر، شهریار فرح و خب رضا شاه دوم. ولی خب یه مغازه هم رفته بودم تو خود تل آویو، یه مغازه ایرانی به اسم رستوران قرمه سبزی که بیرون رستوران یه پرچم اسرائیلی بود و یه پرچم شیر و خورشید بود. بعد توی اون رستوران که رفتیم همش فقط عکسای پادشاه، خاندان پهلوی، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر و پرچم شیر و خورشید. یه پرچم شیر و خورشید بزرگ هم رو دیوار بود. این تو قلب تل آویو بود و مغازه پر بود، خیلی شلوغ بود. فقط هم ایرانی‌ها اونجا نبودن، خیلی از اسرائیلی‌ها هم اونجا بودن، داشتن غذا می‌خوردن. یعنی این یه چیزی که من متوجه شدم که چقدر ایرانی‌های یهودی یا حالا ایرانی‌ها که تو اسرائیل زندگی میکنن چقدر پادشاهی خواه هستند. و این برمیگرده به اون تاریخه که خاندان پهلوی داره و داشت تو همون با شروع رضا شاه کبیر. این برای من خیلی جالبه. ناکنید تبلیغاتی که سالیان سال ما توی ایران شنیدیم، من تجربه خودمو میگم، از بچگی بزرگ شدم تا 30 سالگی من ایران بودم. تجربه من همیشه میگفت که رضا شاه متحد آلمان نازی بود و به خاطر همین از هولوکاست حمایت میکرد و به خاطر همین کشور ما اشغال شد. ولی میبینید تو قلب تل آویو، حالا گلدی داره تجربه خودشو میگه دیگه، من که نبودم، گلدی بوده داره تجربه خودشو میگه توی رستورانی به نام قرمه سبزی رفتیم نشستیم، عکس رضا شاه کبیر. یعنی همین کفایت میکنه برای اینکه دروغ نه فقط یهود ستیزا بلکه دروغ ایران ستیزها و پهلوی ستیزها هم بریزه وسط، بگه نگاه کنید این همش دروغه. این اون چیزیه که ما باید به گوش همه برسونیم که آقا تاریخ ما از آن چیزی که حکومت فاسد جمهوری اسلامی داره به ما میگه و نشون ما میده روشن‌تر و درخشان‌تره. نیازی نداره ما گذشته خودمونو کتمان کنیم به خاطر یک سری دروغ‌هایی که در 47 سال گذشته 50 سال گذشته به خورد ما دادن. کارمل جان اینجوری فکر نمی‌کنی؟ حتما. اون کسانی که دشمن یهودی‌ها هستن و دشمن ایران هستن این دروغای مزخرف و تکرار میکنن در مورد رضا شاه. از هر خانواده یهودی ایرانی اگه بپرسین که تاریخ بدونن، اگه بپرسین که نظرتون چیه از رضا شاه کبیر، میگن این فرشته است، این مرد ما رو نجات داده. خود من شخصا من اینجا نمیشستم پیش شما اگه رضا شاه در سال 1925 خانواده منو و هزاران یهودیانی که در محله یهودیان زندگی میکردن در تهران نجات نداده بود. این مرد
تمام یهودیان ایران رو نجات داد، کمکشون کرد، اجازه داد که از بدبختی و گرسنگی و عقب افتادگی بره جلو. و ایرانیان دیگه، چه یهودی چه غیر یهودی، ایران رو این مرد نجات داد. و متاسفانه یه کسانی هستن که فوق‌العاده دیوانه این حرفای مزخرف رو تکرار میکنن، ولی مردم عادی که تاریخ ایران رو میدونن و به خانواده هاشون گوش دادن، مادر پدر بزرگا درست. بهشون گفتن که این واقعا کبیر بوده، این مرد ایران رو نجات داده، آورده توی قرن 20. یعنی ما خوب بوده توی یه حالت مثل افغانستان، شاید بدتر از افغانستان بودیم حالا اگه رضا شاهی نیامده بود رو کار. و اون ایرانیانی که در اسرائیل زندگی میکنن اینو خیلی خوب میدونن، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه هر دوتاشون نجات دادن یهودیان ایرانی رو. هر جا میبینین یهودیان ایرانی در امریکا، در اسرائیل، در اروپا، اکثریتشون خیلی موفقن، خیلی تحصیلات دارن، اینا همشون مدیون خاندان پهلوی هن. آره خب جانم بگو. میخواستم یه چیزی هم بگم. ببین این دروغایی که میان از همون کسایی هستن که فکر کنم توی شورش 57 هم یه دستی داشتن، چون که همین دروغای همین چپگرا هستن، چپگرا، همین اسلامیستا، کسایی که بر علیه رژیم هستن، نه تنها پهلوی ستیزی میکنن، نه تنها ایران ستیزی میکنن، ولی یهودی ستیزی میکنن. این یه چیزیه که من دیدم تو سیاست و متاسفانه فکر کنم این چجوری بگم همش به هم ربط داره. همین دروغا که میسازن میخواستن که مردم ایران رو گول بزنن و بگن که مثلا پهلوی ها چقدر بد بودن و ببین حالا چجوری کشورمون رو 1400 سال بردن عقب و اون چیزایی که خاندان پهلوی درست کردن الان همش دیگه داره خراب میشه. ولی خب فکر کنم مردم دیگه آگاه شدن، حالا از نظر اینترنت، از نظر سوشال میدیا که مردم میتونن با هم صحبت بکنن، این واقعیت داره بیشتر خودش رو نشون میده. مثلا همین پادکست هم یه چیز خیلی مهمیه که بتونه به مردم نشون بده و بهشون یاد بده که تاریخ ایران چی بوده. آره حالا ممکنه نسل‌های جوانتر خودشون لمس نکرده باشن اتفاقاتی که تو این 47 سال گذشته افتاد. خب نسل‌های جوانتر دهه 70 به دنیا آمده، دهه 80 به دنیا آمده، جنگی رو که ما با عراق داشتیم ندیده. خیلی‌ها شورش 57 رو خودشون ندیدن و تنها اتکاشون به هم مطالعه است و شنیدن این تاریخ و روایات از بقیه، یعنی از پدر، مادر، خواهر، برادر بزرگتر بشنون یا از افرادی مثل ما که میایم وقت میذاریم این حرفا رو بازگو میکنیم، حالا بر اساس تجارب شخصی، بر اساس مطالعاتی که داشتیم. ولی واقعا یه چیزی برای من جالبه. به نظر من امروز هم یه توییت زدم، یعنی یکی از دوستان یه توییت زده بود، من یه کد کردم و اینو گذاشتم. من فکر میکنم اگه یهود ستیزی رو از جمهوری اسلامی بگیری، جمهوری اسلامی دیگه هیچ دلیلی برای وجود و برای باقی موندن نداره. یعنی خودش هم میدونه با امریکا از موقعی که اومدن رو کار، حالا سفارت امریکا رو اشغال کردن، بعد که تموم شد دیگه هیچ وقت با امریکا سرشاخ نشدن، برای اینکه میدونن شعار مرگ بر امریکایی که میدن به خاطر چپ بودنشونه، یه سیاسته، به خاطر اینکه سر مردم رو گرم کنن، وگرنه اون پشت خودشون دارن با امریکا ساخت و پاخت میکنن. بعضا دیدیم که تو دولت‌های دموکرات میان باج میدن، باج میگیرن، نفت میدن، پول میگیرن. ولی وقتی میرسه به اسرائیل، ما میدونیم اگه یهود ستیزی رو ازشون بگیری، از جمهوری اسلامی یهود ستیزی رو بگیری، دیگه هیچی ندارن، یعنی هیچ حرفی برای گفتن ندارن. تنها چیزی که هست همین جنگ با اسرائیل و جنگ با قوم یهود و همین حرف هست، هیچ چیز دیگه وجود نداره. اصلا خود رژیم با همین آرمان فلسطین به قدرت اومد. یعنی اصلا آرمان فلسطین و این یهود ستیزی یکی از ستونهای این رژیم اهریمنی هست که اینو آوردن تو ایران و فکر کنم بخاطر این یکی از دلایلی که مردم الان خیلی دارن
دیگه مبارزه میکنن، چون که این یهود ستیزی و این آرمان فلسطین ربطی به ما نداره و مردم اصلا نمیخوان هیچ رابطه‌ای با این تروریستا داشته باشن. دقیقا همینه. به نظر من بهترین راه هم برای اینکه آدم بشناسه کی همراه جمهوری اسلامیه، کی واقعا ضد جمهوری اسلامیه، حالا من میگم اسرائیل چکه، باید نظرش رو پرسید که نظر تو راجع به قوم یهود و اسرائیل چیه. یعنی به محض اینکه برای اینکه یا میتونه بیطرف باشه بگه آقا اصلا من کاری ندارم که اسرائیل هم یه کشور، یهودی هم انسان‌هایی هم مثل انسان‌های دیگه، من اصلا با اونا کاری ندارم، تمرکزم روی ایرانه و میخوام جمهوری اسلامی رو بندازم. آدم میگه خب این آدم معمولیه، کاری هم به کار کسی نداره. یکی هم هست مثل من میگه نه، من میرم کنار اسرائیل وای میسم، کنار قوم یهود وای میسم. به خاطر اینکه من حقانیتشون رو دیدم و من میدونم که اگه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه در آینده، حتی اگر یه روز بیشتر وجود داشته باشه، میخواد به اینا صدمه بزنه. در نتیجه خط کشی خودم رو با طرفدارای جمهوری اسلامی مشخص میکنم و معلومم هست. من ندیدم یعنی اینو به جرئت میتونم بگم توی طرفدارای واقعی اعلیحضرت رضا شاه دوم من یهود ستیز ندیدم. طرفدار واقعی ها، پادشاهی خواه واقعی ها، نه اون به قول معروف سایبری یا اونایی که به قول معروف جمهوری اسلامی مخفی ان، میان به خاطر نفوذ و خرابکاری. کارمل چی فکر میکنی؟ قبول دارم حرفت امیر جان. یه پوان مهمی که من فکر میکنم نسل جدید باید در مورد این یهود ستیزی که از جمهوری اسلامی میاد، یه موضوع خیلی مهمیه که همیشه رژیم و اونایی که پشتیبان رژیمن میان جلو میگن ما یهود ستیز نیستیم، ما خیلی یهودی ها رو دوست داریم. ببینین این یهودیانی که در ایران زندگی میکنن به آزادی، به آرامش، کنیسه دارن، کسی اذیتشون نمیکنه، نماینده دارن تو مجلس جمهوری اسلامی. ما یهود ستیز نیستیم، ما اسرائیل ستیزیم، ما ضد صهیونیستیم. این دروغا رو ماها که میهن پرست هستیم باید جلوشو بگیریم، بگیم شماها دروغگویین، بشینین سر جاتون. اگر جمهوری اسلامی جای خوبی بود واسه یهودی‌ها، چرا 45,000 تاشون تو لس آنجلس و کالیفرنیا زندگی میکنن؟ دقیقاً. چرا 30,000 تاشون تو نیویورک زندگی میکنن؟ چرا تعداد زیادشون توی اسرائیل و اروپا زندگی میکنن؟ چرا صدام خانواده رو شما دستگیر کردین؟ چرا ملکا و بیزنس ها و خونه های یهودی ها رو شما ثبت کردین دادین به بنیاد مستضعفین؟ معذرت میخوام، خر خودتون هستین. دقیقاً. شما ضد یهود هستین. هر سال کتابایی میدن بیرون که ضد یهوده، برنامه‌های تلویزیونی میذارن، کارتون هولوکاست میذارن. ما باید جلوی همه این حرفای مزخرف رژیم رو بگیریم که میگن نه ما ضد اسرائیلیم، ما ضد یهود نیستیم. باید جلوی این حرفای مزخرف رو بگیم. آره. نه این قشنگ اینجا نشون میده دیگه، یعنی نشون میده که ما کجا وایسادیم، نشون میده که آقا من امیر که با جمهوری اسلامی مخالفم خط کشیم کجاست. من یکی به شخصه خط کشیم اینه هیچ گونه نژاد پرستی و مهمتر از اون نژاد پرستی به هر نحوی از آنها میخواد باشه، فرقی نمیکنه نژاد پرستی میخواد ضد کی باشه، ولی با هر نوع نژاد پرستی مخالفم. از همه مهمتر به خاطر ظلمی که همشهری ها و هممیهنان بهایی من، یهودی من، زرتشتی من، مسیحی من شده، این خطکشی رو میذارم، میگم من با همه اینا هستم، ضد اسلام نیستم و ضد مسلمون نیستم و نه، ولی این خطکشی رو میکنم من ضد جمهوری اسلامی ام. یعنی میخوام یک روز سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. هدف منم براندازی جمهوری اسلامیه. تنها کسی هم که تو این موقعیت اومده گفته آقا اگر ما جمهوری اسلامی رو بندازیم حکومتی میاد که برای همه آزادی و برابری میاره، اعلیحضرت رضا شاه دومه. هیچ کسی دیگه اینو نمیگه.
میری سمت چپ وای میسی میبینی همه ضد اسرائیل و ضد یهودن. میری یه سمت دیگه وای میسی میبینی اینا همه نجات پرستن. میری میبینی نه، توی پادشاهی خواهاست که غالبا که اکثر مردم ایران هم هستن و اکثریت هم هستن، میگن آقا ما نه نجات پرستیم نه دشمن کسی هستیم، ما با همه دوستیم، ما میخوایم روابط خوب داشته باشیم در آینده، میخوایم به همه کشورها سفر کنیم، به همه کشورها مسافر و مهمان بگیریم، نه مثل جمهوری اسلامی که با همه دشمنه، خودشون همه جای دنیا هستن ولی مردم ایران تفلک چه هزینه ای دارن میدن. یعنی اصلا یه چیز مسخره است. ولی حالا بعد از گلدی اینو بپرسم که وضعیت توی کانادا چطوره؟ توی کانادا که شما هستی، حالا فعالیت سیاسی میکنی، فعالیت میدانی، همدیگر رو تو اون راهپیمایی 13 آپریل توی واشنگتن دی سی دیدیم، ولی میخوام ببینم وضعیت ایرانی ها در حمایت از رضاشاه دوم و مبارزه با یهود ستیزی چجوریه تو منطقه شرق کانادا که شما هستین. یه خورده راجع به این میشه صحبت کنی واسه من گلدی جان؟ بله خوشحال میشم. خب میدونم که حمایت از رضاشاه دوم خیلی زیاده، خیلی ها پشت سر پادشاهمون هستن. چند هفته پیش اتفاقا سالار غلامی که یک he's a boxer، نمیدونم باکسر چی میشه. آره بوکسور به فارسی هم میگیم. یه باکسر خیلی معروفیه که خب پادشاه هم راجبش پست کرده. سالار غلامی یک گردهمایی تشکیل کرد تو تورنتو. دقیقا اتفاقا همون روزی بود که آمریکا با B-52 فوردو رو حمله کرد که ما نمیدونستیم داره حمله میکنه، ولی همون روز بود و یه گردهمایی خیلی بزرگ بود. فکر کنم نمیدونم یه 2,000-3,000 نفر اومدند. آره اینم یه حالت مثلا last minute بود، یعنی آخرین لحظه برنامه رو تشکیل کردن، ولی خب خیلی ایرانی ها اومدند با پرچم شیر و خورشید، با پرچم شیر و خورشید تاجدار، با درفش خرد، با اون پرچم فیروزه‌ای و خب همون داشتیم شعار میدادیم و میگفتیم که رضا شاه دوم he's به فارسی به انگلیش میشه he's the leader of the Iranian national revolution و خب شعار کینگ رضا پهلوی و شعار جاوید شاه خیلی زیاد بود. طرفدار خیلی زیاد داره. از نظر یهود سیدیسی متاسفانه کانادای کشوری شده که این دولت چپگر اجازه داده به این مخصوصا فلسطینیا و عربا و پاکستانیا که هر هفته میرن بیرون و چه میدونم برنامه برای فلسطین میذارند و خودشون رو شکل تروریست میکنند و اتفاقا هر هفته هم میرن توی منطقه که خیلی یهودی ها هستند، اونجا برای خودشون برنامه میذارند و شبیه یحیی سنوار میکنن خودشون. خیلی خیلی وضع متاسفانه خیلی بده. ولی خب موقعی که همین جنگ شروع شد، این فلسطینی ها داشتن برنامه مثلا میگفتن بر علیه اسرائیل و با ایران هستن، ولی خب ایران یعنی رژیم اسلامی، چون که میرفتن با پرچم خرچنگ رژیم و با عکسای خامنه‌ای و خمینی میرفتند، ولی خب خیلی از ایرانیا تحمل نکردند و یه گروه ایرانی با پرچم شیر و خورشید و پرچم اسرائیل رفتند و بر علیهشون وایسادند و صداشون رو یعنی خودشون رو نشون دادن. اتفاقا این یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، تو همون گرد همایی که سالار غلامی داشت پرچم اسرائیل خیلی زیاد بود و اسرائیلی‌های کانادایی هم داشتن شرکت میکردند و خب منو میشناختن، وقتی که باشون صحبت میکردم میگفتند که هیچ وقت باورشون نمیشد که مثلا یه ایرانی ها انقدر مثلا دوستشون دارن و هیچ دشمنی باشون ندارن، چون خب اون دروغایی که این رژیم برای 46 سال داده، همین یهودی ستیزی ها، دروغای یهودی ستیز، خب یهودی ها فکر میکردن که مثلا ما دشمنشونیم، ولی این کاملا it's the opposite. و خیلی ها مثلا اونجا بودند میگفتند که ما آرزومون اینه که ایران آزاد بشه و مثلا همین که ما میتونیم بیایم با پرچم اسرائیل توی یه گردهمای ایرانی
شرکت بکنیم ما رو خیلی خوشحال میکنه برای آینده. آره این میشه گفت این دوستی که بین جامعه ایرانی در خارج کشور و جامعه اسرائیلی در خارج اسرائیل میبینیم، به نظر من خیلی خیلی امید بخشه. من نشده از آره دیگه تقریبا میشه گفت از بعد از 7 اکتبر، حالا خود ما پرچم اسرائیل رو قبل از 7 اکتبر، قبل از اون جنایت 7 اکتبر، ما پرچم اسرائیل همراه خودمون داشتیم تو راهپیمایی ضد جمهوری اسلامی. اما بعد از اون هر راهپیمایی برگزار شده، چه توسط اسرائیلی ها بوده چه توسط ایرانی ها، پرچم دو طرف تو اون راهپیمایی بوده. هیچ وقت من ندیدم در هیچ راهپیمایی پرچم کشور دیگه و ملت دیگه ای وجود داشته باشه غیر از راهپیمایی اسرائیلی ها و ایرانی ها. در هر جای دنیا هم که باشه فرق نمیکنه ها، چه توی لندن باشه، چه توی کانادا باشه، چه توی برلین باشه، چه توی ژاپن باشه، هر جا که باشه. یعنی میبینید که پرچم، اگه راهپیمایی مال اسرائیلی هاست، در حمایت از اسرائیل، مردم اسرائیل اومدن، 2 تا ایرانی هم دارن پرچم شیر و خورشید رو میبرن. اگر ایرانی ها 2 تا اسرائیلی، یعنی این اتحاد قشنگ، این اتحاد زیبا بین 2 ملت، 2 فرهنگ با پیشینی تاریخی طولانی که در این همه سال دروغ‌های چپ‌ها و دروغ‌های جنایتکارای تروریست جمهوری اسلامی نتونسته بین این 2 ملت جدایی بندازه. این همه دروغ گفتن به محض اینکه ایرانی‌ها یا اسرائیلی‌ها خارج از کشورهای خودشون به هم رسیدن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، دست همدیگر رو گرفتن در اتحاد با همدیگه، در محکوم کردن تروریسم، چه از نوع حماس، چه از نوع حزب الله، چه از نوع جمهوری اسلامی. یعنی من جایی ندیدم، من همچین اتحادی در هیچ کشور دیگه‌ای، در هیچ دو ملت دیگه‌ای ندیدم. یعنی این فکر میکنم ربطی داره به همون تاریخمون که از همون نزدیک 3000 سال پیش ایرانیا و یهودیا دوست بودن و تاریخمون خیلی به هم نزدیکه و همین الان هم ما دو تا ملت هستیم تو خاورمیانه که تونستیم چجوری بگم، وقتی که عربا اومدن و میخواستن کشورمون از ما بگیرن و حالا مثلا فرهنگمون رو نابود بکنن، خب عربا تونستن با خیلی ها این کار رو بکنن ولی با اسرائیلیا نتونستن بکنن. اسرائیلیا هم فرهنگشون و هم دینشون رو حفظ کردن، ایرانیا هم همینطور، با اینکه اسلام اومد ولی خب ما تونستیم هم فرهنگمون رو حفظ بکنیم، هم زبونمون رو حفظ بکنیم و خب اون دین زرتشتیمون هم تونستیم تا یه جورایی هم حفظ بکنیم. امیر جان، فراموش نکنیم عشق، اون عشقی که بین 2 ملته هیچ وقت فراموش نمیشه. این 2 ملت، یهودیان، اسرائیلیان، هیچ وقت محبت مردم ایرانو شاه خدا بیامرز فراموش نمی کنن و همچنین ما ایرانیان عشق اونا رو فراموش نمی کنیم. ما در برنامه‌های سابقمون با همدیگه تو این پادکست صحبت کردیم که چجوری اسرائیلی‌ها به ایران کمک کردن بعد از زلزله، بعد از طوفان. ماها این عشق رو فراموش نکردیم، اونا هم اون عشقی که ما به اونا نشون دادیم فراموش نکردن. بنابراین جمهوری اسلامی یا اون یهود ستیزیا یا فلسطینیا هیچ وقت نمیتونن این عشق رو که در قلب هر 2 ملت قطع بکنن. دقیقاً همینه. حالا یه گریز بزنیم به اتفاقاتی که این روزا داره میفته. توی این درگیری که بین ایران، بین جمهوری اسلامی، اون جنگ ایران نبود، جنگ مردم ایران هم نبود، بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اتفاق افتاد، یه نکته واسه من از همه چیز جالب تر بود. اینو راجبش توییت زدم، اینو راجبش صحبت کردم با دوستان توی، میدونی که با هر کسی تو ایران صحبت میکردی، خب میگفت از این که داره سران تروریست جمهوری اسلامی رو میزنه ما خوشحالیم.
خیلی از افرادی که این حرفو به من زدن اصلا سیاسی نیستن. میگفتن ما اصلا به سیاست کاری نداریم، هر کسی میخواد باشه، ما میخوایم زندگی کنیم. اما چنان زندگی رو بر ما تلخ کرده این جمهوری اسلامی، از این که اسرائیل داره میزنه خوشحالیم. اینا خیلیاشون میگم اصلا دشمن جمهوری اسلامی که فکر کنی اکتیویست باشن برن تو خیابون شعار بدن هم نیستن، دارن زندگی خودشونو میکنن. این یه مورد دوم این که من با هر کی صحبت میکردم میگفتم خب وضعیت شهر اینجوریه، شهر رو نمیخوای خالی کنی، مثلا تهران، کرج، نمیخوای از شهر بری بیرون که یه موقع اتفاقی نیفته. گفت نه، مگه اسرائیل اینجاست که ما رو بزنه؟ اینقدر اطمینان برای من جالبه. چرا؟ چون از اون طرف توی اسپیس خود من چند وقت پیش، 2 هفته پیش بود، داشتم صحبت میکردم که توی قسمت قبلی پادکستم با کارمل جان راجع به این صحبت کردیم، میخوام اینجا دوباره یادآوری بکنم. یه دوست اسرائیلی که به زبان انگلیسی صحبت میکرد توی اسپیس، فارسی بلد نبود، ایرانی هم نبود، هیچ ربطی هم نداشت، میگه وقتی من توی ارتش اسرائیل خدمت میکردم و میکنم، دستوری که به ما داده بودن این بود اگر اتفاقی افتاد و با مردم ایران روبرو شدید، مردم ایران با مردم ایران مثل شهروندای اسرائیل برخورد میکنید. اینها از خودمونن، بین مردم. خب من میشینم اینجا دروغای جمهوری اسلامی رو میبینم، یا توییتم باز میگم، خودم زدم که آقا انقدری که جمهوری اسلامی از مردم ایران کشته، تمام دشمنای خارجی رو هم دیگه نکشتن تو این 47 سال، تو این 48 سال. و اینقدر که مردم به ملت اسرائیل به قول معروف محبت دارن که وقتی اتفاقی میفته، یک درگیری اینجوری اتفاق میفته، من ندیدم حتی از من در تو با مردم عادی صحبت میکنم، من با اونایی که وابسته سپاه پاسدارانن، با اونایی که توی دولتن دزدی میکنن کاری ندارم، ندیدم حتی یک نفر اظهار ناراحتی کنه، بگه نه نباید این اتفاق میافتاد، نه ما ناراحتیم. با هر کی صحبت میکردم میگفت ما خوشحالیم. من میتونم الان مسیج یکی رو باز کنم روی موبایل که از ایران واسه من فرستاده که این فرد مسیجای قبلیش که واسه من فرقی نمیکنه جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، بعد تو این مسیج میگفت ای کاش باز هم بیان و بزنند، با ای کاش باز هم بیان این سران رو بزنن، چون توی اون شرایط ما دیدیم که فشار از رو دوش مردم یه خورده برداشته شد، فشار سرکوب منظوره ها، یه خورده فشار سرکوب برداشته شد. یعنی بلای جمهوری اسلامی به سر مردم آورده که مردم حتی در زمان بمباران میگن ما خوبیم. من خودم تجربه 2 تا جنگو دارم دیگه، توی ایران، چه جنگ ایران و عراق، چه بعداً جنگ‌های دیگه توی منطقه دیگه سنم رسیده بود میدیدیم. توی اون 2 تا جنگ هیچی خوشحال نبود. اما توی این اتفاقی که افتاد که من اسمشو جنگ نمیذارم چون یک درگیری محدود بود، من ندیدم کسی ابراز ناراحتی بکنه. حالا نمیشه گفت مردم 100% 0% صدمه دیدن و بالاخره ماشینی خراب شد، بالاخره شیشه‌ای شکست، ولی میگفتن که نه میدیم، هزینه‌ش هم میدیم، بیمه داریم، بیمه پرداخت میکنه، اینجوری میشه اونجوری میشه. اینقدر این رابطه بین مردم ایران نه مردم جمهوری اسلامی، مردم ایران و مردم اسرائیل قویه که یه هدف، 2 تاشون یک هدف دارن، زندگی کردن در صلح و آرامش. یعنی چیز دیگه هست که من اینجا باید اضافه کنم؟ بچه‌ها بگین، شما بگین. خیلی حرفتون رو خوب گفتین، من چیزی ندارم اضافه بکنم. فقط یه نکته، نه تنها پیام و این چیزا هممون گرفتیم از ایران، ولی خب ویدیوهایی که اومدن بیرون، مثلا یه ویدیویی هست که یه آقایی هست که بعد از اینکه حمله به فکر کنم میدون تجریش بود، این آقای داره فیلم برداری میکنه این خرابی ها رو، و فقط داره تقصیر رو میذاره گردن خامنه ای و میگه مثلا لعنت بر خامنه ای که ما رو به اینجا کشونده. و خب یه حرفای دیگه هم میزنه که نمیخوام بگم، ولی خب فکر کنم همتون اون رو دیدین. ولی خب یعنی مردم ایران آگاه هستن، مردم ایران میدونن که این جنگ بین ایران و اسرائیل نیست، این یه جنگیه که
جمهوری اسلامی شروع کرده و این جنگ رو همون 46 سال پیش شروع کرد، وقتی که با این آمار فلسطین و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و این چیزا آورد و فکر کنم مردم ایران دیگه خیلی آماده بودن برای این درگیری، چون که خب نه تنها نتانیاهو 3-4 تا پیام گذاشت بیرون مثلا از قبل از تا فکرم نزدیک تا 1 سال قبل از اینکه این درگیری اتفاق بیفته، نتانیاهو 3-4 تا ویدیو گذاشت بیرون به مردم ایران میگفت که ما جنگمون با شما نیست، ما جنگمون با این رژیمه که داره ما رو میکشه. و خب از اون طرفم پادشاه خب رضا شاه دوم اونم گفتند که مردم ایران هیچ دشمنی با اسرائیل ندارن، این یه جنگیه که خود رژیم و این جنگ خامنه‌ایه و هیچ ربطی به مردم نداره و همه کشته ها این چیزا دست خامنه‌ای و این رژیمه که مردم رو گذاشتن بین خودشون و اسرائیل. دقیقا یعنی اعلی حضرت فرمودن و ما دیدیم و آره نخست وزیر نتانیاهو هم هر چند بار با یک ویدیو یا یک پیام تصویری یا به قول معروف با موقعی که مصاحبه داشت با خبرنگارا همیشه این پیام منتقل میکرد که ما با مردم ایران هیچ مشکلی نداریم. کارمل به نظرت حالا که دیگه حدود 10 دقیقه از این قسمت مونده، بگه استراحت هم نرفتیم این قسمت رو، به نظرت راه حل چیه؟ به نظرت چه باید کرد با این جمهوری اسلامی؟ یعنی واسه مردم چه کنن با این جمهوری اسلامی در نهایت؟ نظری داری کارمل جان؟ به نظر من مردم ایران باید یه طوری نشون بدن که مخالف رژیمه. خیابونا شعار بدن، یه طوری باید پیام نشون بدن به دنیا که ما این رژیم ها دیگه نمیخوایم، ما خسته شدیم از دست این رژیم. تا حالا نشون ندادن اینو. اگه به دنیا همچین برنامه رو، یه کاری رو، یه حرکتی رو نشون میدادن از خودشون، خیلی کمک میکرد بقیه تو دنیا بدونن که اینا ناراضی‌ان و حمایت کنن ازشون. حالا مردم، من میدونم مردم ناراحتن، میگن ما نمیخوایم بریم شعار بدیم، نمیخوایم بریم کشته بشیم تو خیابونا، سلاح نداریم، سرکوب میشیم. خب نریم. یکی از دوستان تو برنامه‌های پادکست پیشنهاد کرده بودن که مردم هر شب سر یه وقتی با یه چراغ قوه، با یه شمع برن فقط بیرون در خونهشون وایسن، این شمع رو روشن کنن، این چراغ قوه رو روشن کنن، بگن ما نور میخوایم، ما دیگه تاریکی نمیخوایم در ایران. مردم باید صداشون رو بلند کنن. من تو چند تا از پیامم توی توییتر، تو اکس گذاشتم، جمهوری اسلامی یه جسدیه که داره راه میره رو زمین، مرده است. مردم فقط باید یه لغت بزنن که بیفته تو اون قبرش، تمام شه. ولی اگه مردم بلند نشن، یه طوری صداشون رو بلند نکنن، حالا نمیخوان بجنگن عیبی نداره، نمیخوان شعار بدن عیبی نداره، ولی یه حرکتی باید نشون بدن. خدا بیامرز مادر بزرگم میگفت عزیزم من خوراک رو درست میکنم، من تا دهنم میکنم، این خوراک رو دهنت میکنم، ولی من که نمیتونم به جا هم قورت بدم. تو باید یه حرکتی از تو باید بیاد و ما همچین چیزی را از دوستان در داخل ایران میخوایم. این حرکت رو باید نشون بدن. بعدا دنیا میتونیم به دنیا، ماهایی که خارج از کشوریم، به دنیا بگیم ببینیم مردم دارن چی کار میکنن، صداشون در اومده، حمایت کنید. از اینجا شروع میشه. آره به نظر من باید یک مقدار از سمت مباحث نظری و گفتگو بریم به سمت عمل. یعنی به نظر من شرایط مهیاست. توی اخبار که میخونیم ببینیم کشورهای غربی اکثرا
دیگه دارن خطکشی‌هاشون رو با جمهوری اسلامی دارن مشخص میکنن. حتی امروز من یک خبری دیدم که احتمال داره 3 کشور اروپایی مکانیزم ماشه رو فعال کنن. مکانیزم ماشه رو فعال کنن، من فکر میکنم جمهوری اسلامی دیگه به پایان خط عملاً رسیده. یعنی هیچ راه دیگه کسی نیست توی دنیا ازش حمایت کنه. دیگه دولتی توی امریکا سر کار نیست که بخواد باهاشون مذاکره کنه و بهشون پوان بده و پول نقد بفرسته. وزیر ضرباتی هم که ضربات خیلی سنگینی هم که خوردن تو بحث اتمی و تو بحث نظامی، من فکر نمی کنم کمر بتونن راست کنن و نیروهای نیابت پولی هم ندارن که بخوان از نیروهای نیابتی دیگه استفاده بکنن. گلدی جان، پیشنهاد چیه؟ چه باید کرد؟ واو، سوال خیلی سختیه. فکر میکنم که الان مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم پشتیبانی پادشاهمون باشیم و حتی مردمی که تو ایران هستن، همونجوری که پادشاه گفت، صداشون رو به دنیا برسونن و با شعار جاوید شاه یا حالا با نوشتن رو دیوار یا کارهای اینجوری به دنیا نشون بدن که چی میخوان. و همین سرود ای ایران خوندن هم خب خیلی مهمه. فکر میکنم کاری که ما که خارج از کشور هستیم که میتونیم انجام بدیم، همینجوری فعالیت بکنیم، یه صدایی برای مردم تو ایران باشیم، چون که خب اینترنت که قطع میشه مردم نمیتونن صحبت بکنن. ولی خب من سعی میکنم روی سوشال میدیا خیلی فعالیت بکنم و خودم هم خب پشت صحنه کارهای سیاسی انجام میدم، با خیلی ها در تماس هستم و صحبت میکنم. و فکر میکنم خیلی مهمه که الان ما همینجوری ادامه بدیم و به دنیا نشون بدیم که تنها کسی که میتونه ایران رو نجات بده و ایران رو آزاد بکنه پادشاهمونه و اون کمپینی که راه انداخته از اون کمپین حمایت بکنیم. و همونجوری که توی انگلیس با سیاستمداران مختلف صحبت کرد و مذاکره داشت، همونجوری باید با سیاستمدار تو کشورهای دیگه هم مذاکره بکنه و صحبت بکنه. و این وضعیت این دیگه it's the responsibility چی میشه؟ مسئولیت. مسئولیت. این مسئولیت هر ایرانی هست تو هر کشور که به سیاستمداران خودش ایمیل بدن و زنگ بزنن و بگن که مثلا این جریان اتفاق داره تو ایران پیش میفته و ما میخوایم رژیمون رو عوض بکنیم، میخوایم این جمهوری اسلامی بره، میخوایم یه کشور آزاد و سکولار داشته باشیم و الان ما در اوج انقلاب هستیم و مثلا این کینگ رضا پهلوی رهبرمونه، رهبر این انقلاب. بله بله. و ما میخوایم که شما با ایشون مثلا مذاکره بکنین، این صحبت میکنه به حرفاش گوش بدین. فکر کنم این یه کمک خیلی بزرگیه که ما که خارج از کشور هستیم بتونیم انجام بدیم که واقعا پادشاه رو پروموت بکنیم. آره، خدا رو شکر به قول معروف در خارج از کشور فعالیت خوبی داره میشه، چون چه اون دوستان سیاسی مثل شما که زحمت میکشین، نه تنها توی لول سیاسی، توی چونه زدن و لابی کردن با سیاستمدارا، بلکه ما شما رو توی توییتر هم میبینیم که چقدر فعالین، توی اسپیس های مختلف، چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی و چه توی جامعه‌های مختلف این اسپیس ها برگزار میشه. بعضی وقتا توی یک جامعه اروپایی، یک جامعه اسرائیلی، امریکایی، ایرانیه. میبینیم که شما زمان زیادی میذارین و زحمت میکشین. در اوج درگیری وقتی که من اسپیس میذاشتم، بعد که داشتم نگاه میکردم، در اوجش بین مثلا فکر کنم 25,000 تا 45,000 تا لیسنر می اومدن تو اسپیس همون رو گوش میکردن. یعنی واقعا این یه اثری داشت. و من خودم اتفاقا توی این 1 ماه اکاونتم تقریبا 30,000 نفر الان منو بیشتر دارن فالو میکنن. یعنی اول درگیری تقریبا فکر کنم 67,000 نفر فالوور داشتم، الان شده نزدیک 95,000 نفر و بیشترشون هم غیر ایرانی هستن، کسایی هستن که میخوان راجع به ایران یاد بگیرن و
دوست دارن ببینن جریان تو ایران چیه. فکر کنم این خیلی مهمه و همین جوریه که ما میتونیم یه کمکی برای مردمی که داخل از کشور هستن باشیم. آره بسیار عالی، واقعا واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشین. همینجوری کارمل عزیز، کارمل تو بحث فرهنگی، تو بحث روزنامه نگاری، خبرنگاری برای من حالا روی پلتفرم‌های مختلف که میذاره، ولی واسه منم که میفرسته من میشم گوش میدم، واقعا باعث افتخاره. یعنی ممکنه خیلی‌ها تو ایران ندونن که جامعه ایرانی خارج کشور چقدر فعاله. خب توی ایران همه محبت داریم امیر جان. ما هممون که قلبمون میتپه واسه میهن سعیمون رو داریم میکنیم. میخوام همینو بگم. من واقعا افتخار میکنم به شخصایی مثل خودت گودلی که این عشق واسه ایران دارید. من چندین دفعه گفتم من 2 سالگی از ایران اومدم بیرون. این فارسی که صحبت میکنم اون چیزی است که از خانواده یاد گرفتم. یعنی اون عشق میهن و اونا به من دادن. ماها هممون مسئولیت مهمی داریم درسته که حمایت کنیم میهنمون آزاد شه و صلح و عشق و محبتی که معروف. یه پوان دیگه هم که میخواستم اشاره کنم که واقعا براوو گودی جان، همکاری کردی با جامعه اسرائیلیا، همکاری کردی با جامعه یهودیا. این خیلی مهمه. ماها که خارج از کشور هستیم ولی دوستان نفوذ دارن، یهودیان، همهشون آزادی ایران رو میخوان، همهشون عشق ما چرا دست تو ما باید با ایران ما هستن همکاری کنیم. کارمل جان دوباره یه مقدار صد قطع و وصل شد اگه اشتباه نکنم. میشه دوباره پیامت آخر انتهای پیامت رو دوباره تکرار کنی چون صدی خود قطع و وصل شد نیومد پیامت. معذرت میخوام. گفتم من افتخار میکنم که گودلی همکاری کرده با جامعه یهودیا، جامعه اسرائیلیا که مردم ایران حمایت کنن. ما باید بیشتر، ما که خارج از کشور هستیم باید بیشتر همکاری ها رو بکنیم با این جامعه های دیگه. اینا نفوذ دارن، اینا با ما همکاری میکنن، عشق دارن واسه مردم ایران، صلح میخوان واسه خاورمیانه. چرا ما بیشتر نکنیم؟ چرا بیشتر با گروهان مسیحی، با دوستانی که داریم در جامعه های مختلف همکاری نکردیم؟ باید بیشتر بکنیم. بعد دعوتشون کنیم تو برنامه هامون، تو تظاهرات هامون. دقیقاً. نه میخوام اینو بگم که خیلی از مردم داخل ایران فکر میکنن که گرفتاری مثلا مشکلات زندگی و دوندگی روزمره و اینا فقط توی ایران و خارج از کشور نیست. ولی من با دوستانی صحبت میکنم که هم توی این درگیری ها، گلدی هم اینجا هست خودش، من میدیدم روی توییتر ساعت ها توی اسپیس میموند که این حرف مردم ایران به گوش دیگران برسه و اون پیام حمایت دیگران به گوش مردم داخل کشور برسه. من با یکی از دوستان تماس میگرفتم، گفتم که حالا که شما در داخل اسرائیل هستی میتونی بیای و یک پیام کوتاه واسه مردم ایران به صورت زنده با هم داشته باشیم. گفت امیر من روزی 19 ساعت دارم کار میکنم داخل اسرائیل برای اینکه 19 ساعت کار میکرد برای اینکه این اخبار رو به گوش مردم ایران برسونه و پیام مردم ایران رو به اسرائیل برسونه. این فرد که توی اسرائیل زندگی میکنه و کار میکنه، من میتونم تکستش رو بیارم بکشم بیرون نشون بدم بهم نگاه کنید، داره میگه بین 15 تا 19 ساعت روزی من دارم کار میکنم. نگاه کنید، چه گلدی، چه کارمل، چه من، ما زندگیمون و خانوادهمون رو داریم، روزی حداقل 10 ساعت در روز کار میکنیم برای اینکه بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم. بعد از اون تازه زندگی اینترنتی و ایرانی ما به قول معروف شروع میشه. یعنی میخوام اینو بگم به مردم داخل کشور که ما مضاعف کار میکنیم به عشق میهن و به عشق هم میهن بدون چشم داشت. فقط خواهش ما اینه
خواهش من اینه به عنوان یک به عنوان کوچکترین، به عنوان یک هموطن کوچک، به عنوان یک برادر جوانتر کوچکتر، این که بیاید و حرف خودتون رو بزنید، چه توی اینترنت، چه توی خیابان، چه با نوشته، چه با شعار. بیاید حرف خودتون رو بزنید که کارمل و گلدی و امیر بتونن حرف شما رو منتقل کنن. اگر شما حرفی نزنید، اگر شما اعتراضی نکنید، اگر فعالیتی نکنید، دست ما خالیه برای چانه زدن با سیاستمدارها، جوامع غربی، کشورهای آزاد که برای شما حمایت بخریم. اگر ما میخوایم شما رو حمایت کنیم، شما باید دست ما رو پر کنید که ما با دست پر بریم. وقتی کارمل میره مصاحبه میکنه با 3 تا 4 تا 5 تا خبرگزاری مهم به عنوان یک ایرانی خارج از وطن، وقتی گلدی میره توی راهروهای سیاسی کشور خودش توی کانادا چونه میزنه برای اینکه حمایت رو بگیره، میگه ببینید مردم ایران اعلیحضرت رضا شاه دوم فریاد میزنن، برای اون ما باید با دست پرتری بریم که این حمایت رو بیاریم. این دست ما رو پر کنید با فعالیت هاتون، چه توی توییتر، چه توی کامل این سوشال میدیا، رسانه های به قول معروف جمعی، چه با تصویر گرفتن، چه با فرستادن صوت، ایمیل، مسیج، هر کاری که میتونید بکنید. صدای خودتون رو برسونید که ما با دست پرتری بتونیم بریم و چونه بزنیم، بریم و سعی کنیم حمایت کشورهای غربی رو واسه شما بگیریم. موافقین دوستان؟ کارمل، گلدی، شما موافقین با این؟ بله بله. خب بیشتر از این وقت شما عزیزان رو نگیریم. میدونم که سرتون هم شلوغه، چون امروز که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم که پنجشنبه هست که آماده کنیم برای فردا بره بیرون. تقریبا میشه گفت هنوز وسط هفته است، هنوز به آخر هفته نرسیدیم، یه روز داریم تا آخر هفته. و مرسی از این که وقت گذاری گلدی عزیز، مرسی با تمام مشغله‌ای که داری، با تمام زحماتی که میکشی، این وقت رو به ما دادی. امیدوارم بتونیم در آینده هم شما رو داشته باشیم، دوره هم بشینیم، این صحبت‌ها، خبرهای جدیدی اگر داری، اتفاقاتی اگر هست، کمان که توی اتفاق خبر که خیلی زیاد هست، از کجا شروع بکنیم؟ امروز شنیدی که حالا نمیدونم میگن حالا موسوی رو زدن، حالا نمیدونیم، ولی خب میگن که شرکت گاز، شرکت ملی گاز ایران الان دیگه شده یکی از مزدورای اسرائیل. آره شنیدم که سپاه چند تا سیلندر گاز رو بازداشت کرد، ازشون بازجویی کنه ببینه کار کیه. خیلی خوب بود تفلک سیلندرهای گاز. خلاصه آره ادامه میدیم. ما که به قول معروف مصمم هستیم در براندازی جمهوری اسلامی، در اینکه این راه رو ما ادامه خواهیم داد حتی بعد از براندازی، برای اینکه کار بزرگتر بعد از براندازیه. این که ما جمهوری اسلامی رو بزنیم، به نظر من، این نظر شخصی منه، هیچ کس هم این اعداد و ارقام به من نگفته، 10% راه اومدیم، 90% راه بازسازی کشورمونه، 90% راه ساختن به قول رضا شاه کبیر چنان ایرانی بسازیم که کسی دلش نخواد از ایران بره بیرون، کسی بهشتی بسازیم روی زمین که کسی نخواد پاشو از ایران بذاره بیرون، حتی برای مسافرت. یعنی خود من که اینجام با دل خون اینجام، نه با خوشی نه با شادی، با دل خون. برای من تبعید اجباریه خارج کشور بودن. خب دوستان اگه موافق باشین که اگه کلام آخر، پیام آخری هست، در خدمتون باشیم. این قسمت رو هم دیگه کم کم بریم به قول معروف بریم خداحافظی کنیم با همیهنانمون. من فقط یه خداحافظی بکنم و به همه دوستان بگم شبت شلام، چون فردا شب شباته. مرسی از دعوتتون. خواهش میکنم گلدی جان. کارمل، به امید دیدار آزادی ایران، پاینده ایران. ممنونم امیر جان. قربانت برم. خب دوستان و همراهان همیشگی، رسیدیم به پایان این قسمت از پادکستمون. مرسی که تا اینجا هم با ما همراه بودین. با ما همراهی بکنید، در قسمت‌های بعدی مهمان‌های عزیزی با ما ملحق خواهند شد.
برای تماس گرفتن با کارمل من پیمان کوروش ایمیل ما این زیر هست، از طریق ایمیل ما یا اکانت های توییتر ما. دوستانی که گلدی رو فالو ندارین، اگر دنبال اخبار هستین، دنبال اتفاقاتی که توی کانادا داره میفته، فعالیت هایی که میشه، حتما گلدی عزیز رو دنبال بکنید. فعاله و بسیار هم فعاله و ما حالا قول گرفتیم که بعد در آینده هم همراه باشه با ما و حتما هم این کار رو میکنیم. امیدوارم به زودی زود خبرهای بهتری از ایران داشته باشیم، سقوط جمهوری اسلامی رو به سرعت ببینیم و بازگشت سامانه پادشاهی رو به کشور داشته باشیم. مثل همیشه شما رو به خداوند ایران میسپارم. پاینده ایران یکپارچه و تا ابد جاوید شاه.